در کابل یک ماراتون خیریه 24 ساعته برگزار شد. این ماراتون را شهروندان کابل و کارمندان سازمان‌های خیریه غربی برای کمک مالی به 2 خواهر افغان مبتلا به تالاسمی برگزار کردند. این برنامه به خاطر نگرانی‌های امنیتی داخل محوطه یک نهاد حفاظت شده امنیتی برگزار شد. واسه سروش از کابل گزارش می‌دهد. 3 2 1 پیر و جوان، زن و مرد آماده دویدن شدند. دوشی که 24 ساعت کامل ادامه دارد. دویدن به خاطر نجات زندگی 2 خواهری که سالهاست مبتلا به بیماری تالاسمی اند. بیماری که امانشان را بریده. معلمان بسیار زیاد تهدید میکنن، میگن شما مریض هستین. یک بار مرا گفته که تو مردنی هستی و بسیار این وقت مایل شدم. بسیار گریان کردم. دیگه یک بار دیگه بسیار خورد بودم، یادم میاد دکتر پیش دکتر رفتیم. ما بسیار وضعیتم خراب بود. دکتر برام گفت به مادرم شد خیره برین شما پیش من مرده را آوردین. دیگه من بسیار مایل شدم. در افغانستان بیمارستان ها به صورت پراکنده خون بیماران تالاسمی را عوض می کنند. اما از درمان کاملش عاجزند. درمانی که تنها با پیوند استخوان ممکن است، اما هزینه سنگین دارد. پدر که 2 اولادش خطر مرگ پیش روی همه روزه، دکتر صاحب جواب میده، میگه اینا هیچ علاج نداره. برای یک پدر بسیار مشکل است یا به یک مادر که 2 اولادش زحمت بکشه سرش 17 سال 18 سال یا 20 سال، خدای نخواسته یک دم از بی پیسگی یا بیچارگی از دستش بره. بسیار دردآور است. آمار دقیقی از شمار بیماران تالاسمی در افغانستان وجود ندارد. بیش از 500 بیمار در بانک خون افغانستان ثبت شده. ولی ممکن است تعدادشان به مراتب بیشتر از این باشد. دیوا و نگینه هرچند سالهاست با این بیماری دست و پنجه نرم میکنن، اما اونها خوشبخت هستند که عده‌ای به خاطر زندگی اونها میدوند و تقلا میکنن. ولی بسیاری از بیماران تالاسمی در افغانستان این شانس رو ندارند که مخارج سنگین درمان خود را پیدا بکنند. قرار است در این برنامه خیریه $100,000 برای مداوای دیوا و نگینه جمع‌آوری شود تا آنها را برای درمان به هندوستان بفرستند. ما سعی داریم تا به افغان‌ها دسترسی داشته باشیم و خود را به افغان‌های ثروتمند برسانیم، چرا که حالا خارجی‌ها هستند که این برنامه را حمایت می‌کنند. این مراسم آگاهی را به تمام افغان‌ها و جهان می‌رساند. ما آگاهی می‌دهیم و پول جمع‌آوری می‌کنیم. این داستان با این 2 دختر تمام نمی‌شود. داستان با این 2 دختر آغاز شد و کارهای خیریه زیاده در این مورد انجام شده. دوندگان تمام روز و شب را دویدند. بعضی هایشان از نفس افتادند و کنار رفتند. اما برخی دیگر همچنان مصمم بودند برای زندگی دیبا و نگینه تا آخرین توان بدوند. عرق ریختند تا برای رگهای این 2 خواهر بیمار خون بسازند. واسه سروش، BBC کابل.